به نام خداوند مهربان، بینندگان و هموطنان گرامی، به برنامه خودتان بازچی گپ خوش آمدید. حالا همراه برادر باباجان قیومزاد هستم که انشاءالله همراه مرور به حوادث و اخباری امروز خواهیم کرد. اولین خبر این میخوایم که مطرح کنم این است که منع ازدواج با فرزندان عمک و تاقا و عمه و خاله قانونی شد. الوه هایی که امروز روز 13 ینور با کودکس اویله وارد گردید، یعنی ازدواج با فرزندان عمه، فرزندان خاله و عمک و تاقا یعنی ممنوع شده است و این قانونی است. مثل اینکه از این به بعد مشکل کروپسیا و مشکلی نمیدونم بیکاری و بیبرقی با این قانون حل می شود. با این قانون حل می شود، ولی متاسفانه واقعا اگر نگاه کنیم این خلاف قرآن است، خلاف اسلام است. یعنی آن چیزی که خدا حلال کرده است حرام کردن است. درست است. یعنی این را خداوند اجازه داده است، ولی این مسئولین ما اینقدر جرأت دارند، اینقدر به سطح پیشروی بالا رفته هستند که قانونهای خداوند رو به چالش میکشند و میگویند که فرزندان و یعنی ازدواج با فرزندان تاقا و عمک و خاله و عمه ممنوع است، در حالی که قرآن اسلام اجازه داده است. و اونه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم که دختر خود را فاطمه رو به حضرت علی فرزند پسری عمکش داد. بله. پس واقعا اینجا یعنی این مقامداران، این مقامات محترمی ما که قدرتی یک برق رو دادن به مردم نمیکنن، بله، اینقدر مشکل مردم حل کردن نمیتونن، ولی میآیند با دین خدا، با قوانین خدا رو چیکار میکنن؟ به چالش میکشن و حلال اونها رو میگیرن حرام میکنن. بله. و یک چیز دیگری هم این است که اونها میگویند که ما در سالهای دیدیم که پس از این ازدواج های خویشتباری چندین کودک معیوب تولد شد. بله. ببین اگر شما اینقدر در فکر کودکان تاجیک هستید، اونها رو برق بدهید. در ما گزارش نیست که چند کودک از خنکی، از سردی، از مشکلات برق چقدر ضررها دیدن. ببینید حالا شما یک جنبه بگیم که اعتقادی مسئله رو بررسی کردید، این کاملا درست است. من میخواهم واقعا همون چیزی که شما گفتید، این اصلی قضیه رو به خاطر این مطرح کردن که سلامتی جامعه رو میخواهند با این رو تامین کنند. بله. خیلی خوب. تخصص من روانشناسی است. بله. شما بیاید تصور کنید در اکثری مسائل وقتی که به تحقیقاتی که در البته این پیشتر بود تحقیقات، شاید تحقیقات جدیدی هم شده باشه، ولی پیشتر وقتی که تحقیقات انجام دادن اکثریت معیوب ها زاده سوء تغذیه و استرس هستند. بله. در اکثری مواردی که کودکان معیوب تولد می شوند، بله، علت اصلی آن معیوبی کودکان چی است؟ بله. یا سوء تغذیه. سوء تغذیه یعنی که غذای ناسالم خوردن، یعنی که نمیتوند یک مادر در هنگام بارداریش تغذیه درست داشته باشد، نمیتوند گوشت بچشد، بله، نمیتوند میوه بخورد، نمیتوند ماهی بخورد، که اینها برای شکلگیری جنین واقعا مهم هستند. اینها چیزی اصلی را دارند در معیوب تولد شدن کودک. بله. از یک طرف، از طرف دیگر استرسی که یک مادر دارد بدترین تاثیر رو روی فرزندش میگذارد، روی جنینش میگذارد. بله. این رو تمام علم روانشناسی اثبات کرده است. بله. بیاییم یک بار فکر کنیم که یک مادر تاجیک چقدر استرس دارد وقتی که مادر از اولین روزهای بارداریش شوهرش میفرستد به کجا؟ بر مهاجرت. بله. اولین نگرانی که برای او پیش میآید چی است؟ اولین نگرانیش این است که آیا کار پیدا میکند شوهرش یا نه؟ بله. آیا شوهرش چی میشود؟ دست اون کله تراشیده های روس ملتگرها افتاده کشته نشود. تمام اینها استرس ایجاد میکنه برای اون زن. بله. تمام اینها کدام زنی تاجیک امروز استرس ندارد اصلا؟ بیاییم یک بار برای این فکر کنیم. بیاییم مسئله رو واقعا اگر میخواهیم که با سلامت جامعه منظورمون، اگر هدف ما سلامت جامعه هست، بیاییم یک بار از این گونه مسائل ما بررسی کنیم که
مسئله رو این گونه بررسی کنیم که عامل های اصلی این معلولیت یا اینکه معیوب تولد شدن کودک ها در چی است. آیا واقعا هم تمام کودک های معلول تاجیک از ازدواج خشتباری است؟ من مطمئنم که اکثریت این علت های اینها 80% از خشتباری است و از طرف دیگر 80% اینها زایده استرس هستند. زایده استرس هستند، اون خونه ها که برابر نمیآیند. و بعد اون چیزی که گفتید، وقتی کودک بگذار که شما اونقدر به کودک توجه میدید، ولی این کودکی که تولد میشه در تاجیکستان سلامت است، ولی اینکه از پدر محروم است، ولی اینکه در یک خانه 5-6 عائله زندگی میکند و اونجا مشکلات روانی خیلی زیاده هست، هزار یک مشکل هست. چرا درباره اون فکر نمیکنید؟ فقط به خاطر اینکه این کارا رو میکنند که زورشون با خدا، یعنی اونها این میکنند چالش میکشن خدا رو، ولی اونهایی که در با اونها هستن و آدم ها هستن از اونها میترسن، درباره مشکل برق صحبت نمیکنن، درباره مشکل دیگر چیزا بحث نمیکنن، ولی چی یافتن؟ با خدا جنگ اعلان کردن، با خدا در این مسائل روبرو شدن. ولی یک مشکل دیگر اینجا هست که این قضیه منع ازدواج با خویشاوندان رو سعادت امیرشاهی و اون سابق وکیل پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی هیچ یعنی دستگیری نیافت. ولی یک وقت رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که میرود در یکی از همون جای کودک ها میبینند معیوب ها رو، حالت احساساتی میاد، در این باره صحبت میکند که این چیز است و بعد این کار حکومت یک کمیته تشکیل میکند و که تا اینکه این مسائل رو پیگیری کند. ولی شما میدونید که کمیته چی است، یعنی اون چیزی که رئیس جمهور گفت اون رو انجام دید. ولی مشکل برادران گرامی، خواهران عزیز، بینندگان گرامی، مشکل در این است که وقتی که دموکرات است، وقتی که یکتازی است، وقتی دیکتاتوری است، طبیعت یک نفر، احساس یک نفر خواه درست باشد خواه چی در جامعه تحمیل می شود. درست است. برای همین میگوییم که وقتی که رئیس جمهور یک انسان هست میتواند که در یک حالت روانی سخت قرار داشته باشد. وقتی که اون معیوب ها را دید و بسیار چیزهای اومد، ولی وقتی که دموکرات باشد با اون میگویند که این همه مشکل در خشتباری نیست. بسیار از معیوب های 80% معیوب هایی که هستن از خشتباری نیستن. این رو خودی اونها میگویند. ولی متاسفانه امروز چی شده است؟ آسان با خدا جنگ کردن آسان، ولی با اونهایی که در سر حکومت قدرت هستن کسی صحبت نمیکنند، کسی نمیگوید که ببین اون امام خطیب های ما، اون مولاهای ما که امروز در نوارها درست است که در فضای مشکوک ثبت شدن، ولی میگویند که آزادی است و آزادی دینی وجود دارد. ای برادران، ای خطیب ها، ای مولاها، این کاری که امروز صورت گرفت خلاف قرآن و سنت است. چرا صحبت نمی کنید؟ اگر آزادی دین همین است که شما اعلان میکنید، پس ببرید صحبت بکنید که این کاری که صورت گرفت برخلاف قرآن و سنت است. برخلاف مفتی چرا ساکت است؟ چرا آیا این را مگر مخالفت با قرآن نیست؟ چرا در این باره چیزی نمیگوید؟ مفتی مگر فقط برای مفتی هم سیاسی شده است یا در تاجیکستان؟ یا اینکه فقط مسائل سیاسی رو باید مطرح کند مفتی؟ یا اینکه واقعا هم از اعتقادات و از جایگاه از اعتقادات مردم دفاع کند؟ ولی متاسفانه آنه که دفاع میکرد ولی امروز بیرون از صحنه سیاسی شده است. آنه که در پارلمان در این مسائل صحبت میکرد، آنه که در بین مردم میرفت در این مسائل صحبت میکرد، مطرح میکرد، بررسی میکرد، اون حزب فعلا بیرون است. اون شخصی که مخصوصا درباره مخالفت قانونی تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها با اعتقادات مردم سخن گفت در پارلمان و آشکارا و این امروز در زندان است. شاید مفتی هم از این عاقبت این رو اندیشه میکند و با این مخالفت نمیکند، ولی واقعا فکر این رو بکنید که در زندان خداوند چی خواهد کرد، با اونجا چی خواهد گفت. بله، یعنی مفتی محترم از این که شما درباره سیاست و درباره حضور فلان و اعلان در کشورهای دیگر صحبت میکنید، مثل یک وزیر خارجه شده اید، این رو پرتید از اعتقادات مردم، از ارزش های دینی مردم دفاع بکنید و حداقل شما یک بیانیه بکنید که بیانیه منتشر کنید که این خلاف قرآن است، این خلاف
بله. تعلیمات آموزه های دین اسلام است. آشکارا مخالفت با قرآن و با خدا کردن است. یعنی ببین من یه چیز دیگر است اینجا. اصلا خداوند بسیار مهربان است، رحیم است. به انسان ها فرصت میدهد که بله توبه کنند. بله. انسان رو یک بار در جزا نمیدهد. بله. ولی مطمئن باشید که خداوند به جزا هم نمیماند این گناه افراد رو. پس یک بار به فکر اگر امروزتون هستید به فکر فرداتون هم باشه. بله. تنها امروزتون فکر نکنید مسئولین محترم، به خصوص اون شخصانی که امروز در مقام دین قرار دارند، در مثلا یک مقام دینی دارند در جامعه، با منبرهای مسجد رو در اختیار دارند، بیاین سخنشون رو بگوین در این موضوع. دیگر مگر چی مونده است برای اونها؟ حلال کردن حرام خدا، حرام کردن حلال خدا، یعنی حرام کردن حلال خدا. بله. چی قدر در اسلام بله گناه بزرگ است. بیاین این رو واقعا عالمان دینی بیاین پیدا کنن که چی است جزای این گناه افراد. دیگر خبر این هست که دولت چولوف، یعنی مسئولین محترم ما در شهر کلوب تایید کردن خبری رو که دولت چولوف این یکی از خانواده های عضوی خانواده مشهوری تاجیکستان چولوها به داعش در سوریه پیوسته است. بله. یعنی اون به سوریه رفته است و فعلا همراه داعش هست. سوال اینجا است که وقتی که دولت چولوف به سوریه می رود، وقتی که گلمراد حلیموف می رود، وقتی که صدها تن دیگر از اونایی که کارمندانی حکومت دن معیار بودند، گنرال بودند، دیگر بودند، دیگر مقام های پایین تر بودند، اونها رفتند حکومت رو ترک کرده رفتند به داعش و به دیگر پرده. ولی در برابر عبدالحلیم نظرزاده اون از سیفایزه مخالفین اینجوری را گرفته بود، درست مسئولیت ولی هیچ ربطی علاقه با حزب نهضت نداشت، خصوصا در وقتهای اخیر. بله. اون رو معاون وزیر دفاع بود. بله. وزیر دفاعی که اون رو فقط پرزیدنت تعیین میکند. بله. اون را آوردن در بالای حزب نهضت هستند، هیچ عضو حزب هم نبود، در بالای حزب زدن. وقتی که حکومتداران محترم ما به همین عقیده هستند که به همین اصول که یک نفر از یک گروه دیگر جا رفت، پس اون گروه رو باید ما متهم بکنیم. پس چرا این اصول رو فقط در مخالفین خود استفاده میبرند و برای خود استفاده نمیبرند؟ اگر شما میگویید که عبدالحلیم نظرزاده عضوی حزب بود و زمانی بود یا طرفدار حزب نهضت بود و بعد اون این حزب رو چی بلاهای به سر مسئولین این حزب، به سر این حزب مردمی آوردید، چرا شما انصاف نمیکنید بگید که بله پس حکومت هم اونهایی که وقتی دولت چولوف، وقتی که گلمراد حلیم و وقتی دیگرها به این احزاب می پیوندن، به این گروه ها می پیوندن، چرا نمیگوید که حکومت هم تروریست است؟ یعنی منطق همین چیزا میگه. وقتی که من یک نفر بیرون میرود از یک گروه و دیگه جو من اون را متهم میکنم، پس از من هم رفت، همون چیز باید تطبیق شود همین اصول. ولی متاسفانه داریم که ما یعنی این هم باز همون میگردد به اقدام های اشتباهی حکومت. ببین همون تهمت بودن اصلا بسیاری چیزها رو این روشن میکند. ببینید شما ما اگر دلیلی مثلا تروریست اعلان کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو آوردن به چند نفر که گویا که اونها مثلا میخواستن اثبات کنن، نتونستن اون گروهایی که گویا که چند نفر به گروههای افراطی پیوسته است و با تهمت ملا قربان منانوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه نارک امروز در شهر نارک امروز در زندان قرار دارد با تهمتی که گویا وی با داعش ارتباط داشته باشد و اینها، که تمامی مردم کسی که او را میشناسد مطمئن است که او هیچ ربطی به داعش ندارد و او کاملا مخالف این گونه گروه ها و سازمان ها بود، ولی اون امروز با تهمت بردن زندانی کردن. ببینید با آمدن چندین چیزها را استفاده کردن، آمدن حاجی حلیم نظرزاده رو آمدن به حزب نهضت ربط دادن، در حالی که ما باید درست‌تر نگاه کنیم. اصلا نظرزاده رو کی معاون وزیر دفاع کرد؟ بله. نهضت؟ چرا معاون وزیر دفاع؟ بله. مگر او رو نهضت انتخاب کرد؟
اون که کیها باز شما از نهضت دیگر نمیپرسید که کی را وزیر بمانید یا کی را سفیر بمانید. پس اون باید جواب بگوید برای نظرزاده، نه نهضت. دومش وقتی که درباره این چیزها سخن میگوییم، گلمراد حلیموف اگر نظرزاده زمان به خاطر نهضتی بدنش نهضت را متهم میکنید، گلمراد حلیموف یکی از مهمترین افرادی این چیز بود، بگیم که نیروهای مخصوصی تاجیکستان بود. بله. در زمانی که در اونجا فعالیت داشت، از اونجا رفت بیرون. این رو کی مسئولیتش به عهده دارد؟ چرا کسانی که با گلمراد حلیموف بگیم که پرورده آنها بود و آدمی نزدیک آنها و دوستی آنها بود، اونها جواب نمیگویند؟ اونها داعشی و تروریست نمیشوند؟ باید در اینجا هم ذکر درست است، در اینجا هم ذکر کنیم که حاجی حلیم نظرزاده هیچگاه عضوی رسمی عضوی حزب نهضت نبود. بله. و هیچگاه کارد حزبی هم نداشت. هیچ وقت تهمت کردن بالای حزب نهضت. و واقعا اون زنهای اسیانگر در ملاقات‌های سودکبیری در منطقه ها میگفتن که محیدین کبیر، یک محیدین کبیری بچه‌های ما را به سوریه نفرستید. بله واقعا. بله. امروز کی میفرستد؟ درست. این حزب نهضت، شما حزب نهضت رو زده از صحنه دور کردید. بله. ولی امروز خودتون هستید، پس کی میفرستد؟ این دولت چهار کی فرستاد؟ اقدام‌های اشتباهی حکومت هست که امروز بله. نمیتونن دیگر بگن که حزب نهضت هست، حزب نهضت سبب شد که دولت چالوف یا گلمراد حلیموف یا دیگری ها تاجیکستان رو ترک کردن، بلکه اون اقدام های اشتباهی حکومت است. خودی گلمراد حلیموف گفتن که وقتی که درباره حجاب این توطئه را خواستن احداث بکنن، اون به همین خاطر یکی نفرتش اومده. بله. یعنی محدودیت های دینی، یعنی واقعا هم پس باید در اینجا حکومت نه درباره واقعا در پشت جدی فکر کند که این اقدام های اشتباهی خودش است که باعث می شود که جوانان به دیگر گروه ها، به دیگر کشورهایی که در اونجا جنگ هست به اونجا می روند. بله. نه دیگر و دیگر و دیگر. درست است. دیگر خبری که ما داریم این است که در گذشتی پولاد ابویف، ادیب و فعال سیاسی و عضو شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات هم بود. ما در گذشتی او را به خانواده ادیب پولاد ابویف و همچنین به حزب سوسیال دموکرات رهبریت حزب سوسیال دموکرات تسلیت میگوییم و امیدواریم که خداوند او را بیامرزد، جایش را جنت کند و پیروانش راه او را ادامه دهند. بله. این پولاد ابویف واقعا یک کتاب نوشته کرده است به نام تشنگی دریا، ولی کمیته امنیت در سال 2003 کمیته امنیت این را منع کرد و حتی اونی که الکترونیکی نسخه الکترونی اون را منع کرد و گفت که این باید منتشر شود. و واقعا یک آدم فعال سیاسی بود، یک درد داشت. این به ماه ینور سال گذشته منظومه به شهرت قدرت و ادوکت زندانی تاجیک بخشیده بود و برای شهرت یک منظومه چی کرده بود که این را به سمع بخش از اون اشعار رو به سمع شما میخونیم. جهان را این قبیل حیران نمودند، حقیقت را ببین زندان نمودند. بود از این مگر بالا جنایه، اگر آزادی شد اینجا خطایه. باز در دیگر جا میگوید که عدالت خود در این جام بدنام، جهالت به فساد در اوج اعلام. در این جامعه که سود و پرکرارش، مگر بود ذره عدل در قرارش. بگردی تهمت و اغوا در اینجا، به جای قانون با امر بالا. حقیقت جوی شهرت قدرت و دیگرهایی که هستن، حقیقت جوی کجا جایش به زندان، کجا تهمتگری در عیش دوران. گریبان میگیرم زین کار و کردار، کی گردد بیگناه بر صد گناه بار. جهان را این قبیل حیران نمودن، حقیقت را ببین زندان نمودن. واقعا یک نه تنها با شهرت بلکه به اکثریت این زندانی های سیاسی و زندانی های اجتماعی امروز تاجیکستان درست میگیرد. بله.
فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علوم تاجیکستان سر و صداها درباره تجلیل از 4000 سالگی دنغره را به اساس خواند. بله. رئیس اکادمی علوم تاجیکستان درست است. میگوید که چنین حکومت قصدی جشن 4000 سالگی دنغره را ندارد، ولی در خود گفتن که در خود کنگورت که منطقه زادگاهی بسیاری از مقامات ارشدی تاجیکستان هستند، اونجا میگوید که در اونجا چیزی را یافتند که یک موقع جام‌های پیدا کردن که با 13-14 عصر پیش از میلاد برمیگردن. بله. پس این هم خیلی 4000 سالگی دنغره، این هم یک چیزی جدیدی هست که ماشاءالله، یعنی دنغره اوزی داره در تاجیکستان میدان هوایی بین المللی اونجا بین شود 4000 سالگی، یعنی از زادگاهی خیلی پربرکتی بوده است که اینقدر وزیر کبیر زاده است در وزیر کبیر زاده است. بله. شبکه خبرگزاری الجزیره، یعنی شبکه خبرگزاری که عربی که در قطر قرار دارد، درباره تاجیکستان یک مقاله را منتشر کرده است که در این مقاله میگوید که تاجیکستان در آستانه بازگشت به جنگ شهروندی یا به ناآرامی ها. واقعا در این، اگر این مقاله الجزیره رو برادرانی که عربی رو میفهمند و انگلیسی رو میفهمند بخوانند، در اونجا آمده است که تاجیکستان خود رحمان با این اقدام‌های غیر دموکراتیش سبب شده است که تاجیکستان رو به سوی ناآرامی ها میبرد، یعنی با این اقدام‌هایش. و واقعا در اینجا هم ذکر شده است و از اون گزارشی سازمان بین المللی بحران به اقتباس آورده است که امام علی رحمان و تیم اون با این اقدام هایی که علیه حزب نهضت انجام دادن، سازشنامه صلح که جنگ 5 ساله را به پایان داد و با صد رنج عذاب به دست آمد، اون را با این اقدام هایشان را شکستند و واقعا تاجیکستان رو باز در اینجا هم میگوید که یکی از فقیرترین کشورها است و یک تهدید ناامنیتی نه تنها به تاجیکستان بلکه به منطقه آسیا مرکزی می باشد. و دیگر خبری که اینجا ما داریم این است که مقامات تاجیک گفتند که 207 میلیون فایده تاجیکستان از سیاحان خارجی، یعنی تاجیکستان از سیاحان خارجی 207 میلیون فایده از زان خود کرده است. واقعا عجیب است. من نمیدونم این امور از کجاست و شاید درست باشد، ولی واقعا با اون چیزی که در تاجیکستان میبینم و با اون چیزی که در شرایط امکاناتی که در تاجیکستان میبینم و در دیگر جاها، من واقعا باوری دارم که تاجیکستان میتواند یکی از مهمترین کشورهای سیاحی گردد در گردشگری گردد در منطقه، ولی همیشه یک ثبات و آرامش برای این مهم است. مثلا چند وقت پیش من در بیشکک در قرقیزستان بودم. در قرقیزستان مشاهده می شود، واقعا مشاهده می شود که یک قشر میانه وجود دارد. مردم در تاجیکستان اصلا قشر میانه تقریبا وجود ندارد. یک قسم بالا هست، یک قشر کمی مثلا میانه و دیگر قشر پایین است. این مصیبت است. این تفاوت، این فرق، این مصیبت میارد برای جامعه بالاخره. ولی در قرقیزستان مشاهده می شود که یک قشر میانه وجود دارد. از طرف دیگر دیده می شود که مکانهای سیاحی الکی سرمایه گذاری می شوند و یک رو به بهبودی میارند. ببین وقتی که شما در کنار راهها مثلا در جاهای در شهر گردش میکنید، گشت و گذار میکنید، میبینید خارجی و سیاحان رو. ولی در تاجیکستان با وجود این که واقعا این رو میگویم که بهترین منظره های طبیعی رو دارد، جاهایی را دارد، امکاناتی را دارد تاجیکستان که اگر اونها واقعا درست اگر سرمایه گذاری شوند، اونها اگر مناپولیا یک گروه نشوند، اونها اگر در اختیار مردم قرار گیرند و سرمایه گذاری درست انجام داده شود، یک چیزی می شود که میتونم گفت که آینده یکی از بهترین مکانهای گردشگری می شود. ولی در حال حاضر اصلا حیرانم من واقعا که آیا زیرساختی زیربنا برای این بخش وجود داره در تاجیکستان؟ در تاجیکستان شما تصور کنید
وقتی که ما مثلا همین چند وقتی پیش اون سفیدورک میگن با جای ورزش‌های گردشگری رو باز میکردن، واقعا اون یک نعمتی به‌بهاست برای تاجیکستان. میدونید یک جایی هست که میتوان بهترین بازی‌های زمستانه رو در اونجا برگزار کرد. جای بسیار زیبا، اینقدر تمام چیزا میشود در اونجا کرد. خب ولی تا امروز اونجا چی هست؟ اونجا همون خوابیده است، اصلا هیچ سرمایه روش نرفته است، هیچ چیزی با اینکه یکی از خشتباری رئیس جمهور مسئول این چیزا شد، مسئول بخش لباس‌های زمستانه شد، امیدواریم که شاید بهبود پیدا کنند. خب مثل فوتبال تاجیکی، ولی نه اینکه در 4 سال این پایان می‌فراید، ولی باز زمینه‌ها برای پرزیدنت شدنش، پرزیدنت کشور، رئیس جمهور شدنش. ببینید یک مسئله دیگر هم هست که راههای ما برای چیزا این گردشگری جوابگو نیستن حاضر. اصلا راههای ما جوابگو نیستند. اصلا کروپسیایی که در جامعه ما وجود دارد گردشگرانی ما رو میگریزاند. اصلا مناسبتی درست در کشور ما از طرف مقامات راه اندازی نشده است. همون ویدیوی معروفی که در همه جا دور میزند، یک نفر از گردشگران حتی میخواهد رشوه میخواهد تو چیزی از اونها را چیزشون رو میگیرد تو با آنها برگرداند. اینها همش گردشگر رو میگریزاند. اینها دلیل این است که ما پتانسیلی که ما داریم، اون چیزی که تاجیکستان دارد، یک گروه نمیگذارند، نه تو که اون مثلا درست به جهانیان برسد و مردم به اونها با اونجا جلب شود. نمیدونم از کجا ما اومدیم به دوشنبه وقتی در فرودگاه فر اومدیم، بسیار با آواز بلند تاجیک‌ها این طرف، میمونو خارجی‌ها این طرف. بله. یعنی با این نوع رفتار، با این آیا میشه شما جلب کنید؟ یکی از برادران ترکیه که در مسئله در بخش گردشگری بسیار یکی از پیشتازه ها است، کشورهای پیش صف و پیشتازه ها است، اون برادر عزیز ما تاجیکستان رفته بود، برادر ترک، و ورزاب هم رفته بود و بعضی جا گشت، اومد خلاصه میکند که تاجیکستان بهشت است. واقعا میگه خیلی خوب است. متاسفانه شما نتوانستید که این منظره خوب، این کشوری زیبا، کوهسار و طبیعی رو به جهانیان تقدیم کنید. ببینید ترکیه که درست است واقعا جای تاریخی اینها دارد، ولی به شکل بهتر میتونه تقدیم کند. این رستوران هایی که دارد، این شرایطی که دارد، راه‌هاش رو ببینید، امنیتش رو ببینید، معامله‌ای که مردم، مناسبتی مردم، کروپسیا وجود ندارد، احترام پلیس به شهرونداش رو ببین، قدر و جایگاه شهروندی خودش رو ببین. تمام اینها، یا اینکه مثلا ماشین ها چی میگن، نقلیاتی مسافربر رو ببین، مثلا از مترو و متروبوس و پایزد و تمام چیزا به طرز فراهم کرده است که اصلا برای گردشگران خیلی جالب است. اینا یعنی ما وقتی که در خوجند بودیم، این دریای سیردریو خیلی واقعا میبینید اینقدر جای خوب، جای گردشگرها است، ولی اون را کی میسازد؟ اون را یک ملتی میسازد که آزاده باشد، فکر کند، کروپسی نداشته باشد، تا اینکه اونجا رو بسازد مردم. همین دریای دوشنبه خودمان واقعا از وسط دوشنبه میگذرد. وقتی که شما بگاه از در کناری اون قدم میزنید، اگر اون واقعا اینو میگم، اگر یک حکومتی درست می بود تا امروز مردمی واقعا مردمی انتخابی می بود، تا امروز اون دریا باور کن بهترین دریاچه شده بود. امروز می روید شما در کنار اون همیشه می بینید، اگرچه در بعضی جاهاش یک پاککاری ها و درست کردن ها و تعمیرات شده است، انصافا از این باید نگذریم. این واقعا وجود دارد، یک کمی اینجا رو درست کردن، ولی به خود دریاچه مثل اینکه فکرشون نمیرسد. مثل اینکه واقعا هم اگر اون یک آبی درستی مثلا درست پیشش مثلا درست کرده شود، یا طرزی که همون آب مثل همین دریاچه‌ای که در بحری که در ترکیه هست، درست است مثل بحر نمیشود، ولی اون هم اگر یک آبی تازه داشته باشد در داخلش و در لب اون مثلا چیزهای دیگر وجود داشته باشد و مکان‌های استراحتگاه ها و نمیدونم چایخانه ها و اینها، میدونید اون فضا کاملا دیگر میشود. ولی همون هم به خاطر همین کروپسیا، به خاطر همین غیر مردمی بودن به همون شکل در تاجیکستان عادت شده است که مقامات بالای ما، ارشد و رهبر اول، همیشه میخواد که بخش ها با
حشرکی، با اون نظام سیستم قدیمه که با حشرکی تشویق کردن یک تاجر که باید پول یعنی سرمایه گذاری کنند، ولی واقعا به این نوع پیشروی نمیشه. جهان پیشرفته است. اصلاحات ریشه‌ای در تمام ساحه‌های کشور نیاز هست و ما با تنها با راه اصلاحات ریشه‌ای در قانون‌ها و در سیاست‌هامون داریم، ولی نه این اصلاحاتی که امروز میارن تغییر میکنند و یک ما رو به یک کشوری پادشاهی و سینی پرزیدنتی رو به خاطر یک نفر از 35 به 30 بیارن. نمیدونم حرکتی یک اویلت در همه امتیازها باشد ولی 8 میلیون مردم بیچاره در عذاب، در مشکل. بینندگان گرامی و برادران و خواهران عزیز، این بود برنامه بازچی گپ. تا بازدید آینده، خدا حافظ و ناصر شما باد.